از سال 1974 در محدوده 4 / 625 کیلوهرتز سیگنالی مداوم پخش می شود. صدای یک نواخت، شبیه وزوز الکتریکی با فاصله های دقیق 2 ثانیه‌ای. هیچ مرکز رسمی پخش آن را به عنوان فرستنده خود ثبت نکرده. در بین شنوندگان قدیمی این فرکانس به نام غیررسمی The Buzzer شناخته می شود. اما چیزی در سال 2003 تغییر کرد. در ضبط‌های گرفته شده در تاریخ 22 جولای 2003 برای نخستین بار در میان وزوزها صدای انسانی شنیده شد. صدای زنی که با لهجه شرقی اعداد تصادفی می‌خواند. با تحلیل داده‌ها مشخص شد که اعداد با تاریخ‌های خاصی مطابقند. تاریخ‌هایی که همگی مربوط به مرگ افراد خاص در کشورهای مختلف بودند و با گذشت سالها تطابق‌ها بیشتر شد. در سال 2010 مؤسسه ارتباطات نظامی روسیه گزارشی غیررسمی منتشر کرد مبنی بر اینکه سیگنال از منبعی در شمال سنت پترزبورگ نشأت می‌گیرد. تیم بررسی در محل حاضر شد اما هیچ دستگاه رادیویی فعالی یافت نشد. فقط یک برج زنگ زده و ژنراتوری که سالها بود کار نمی‌کرد یافت شد. با این حال فرکانس هنوز در حال پخش بود. در نسخه‌های تقویت شده سیگنال صدای زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که با گوش عادی غیرقابل تشخیص است. وقتی فایل وارونه پخش شد، یکی از محققان به این نتیجه رسید که صدا جمله‌ای را تکرار می‌کند. صدا می‌گفت ما عدد نیستیم. ما اسم هستیم. 3 روز بعد آن محقق در اثر ایست قلبی در خواب درگذشت. ساعت 3:32 دقیقاً همزمان با آخرین سیگنال ضبط شده از ایستگاه. کارشناسان به چند نتیجه رسیدند. 1. برخی معتقدند سیگنال متعلق به شبکه نظامی است که برای ارتباطات اضطراری طراحی شده اما از کنترل خارج شده. 2. گروهی دیگر میگویند فرکانس حامل نوعی الگوی ذهنی القایی است که با شنیدن طولانی در مغز انسان تداعی‌های تصویری زنده ایجاد می‌کند. 3. تئوری سوم غیرقابل اثبات‌تر است اما میگوید فرکانس در واقع پخش صدای جهان است، پژواک چیزهایی که هنوز اتفاق نیفتادند. مشاهدات اخیر در سال 2023 سیگنال برای 13 ثانیه برای اولین بار قطع شد و وقتی دوباره شروع شد صدای جدید شنیده شد. صدایی که به انگلیسی آرام گفت اگه داری گوش میدی عدد بعدی مال توه. دقیقاً روز بعد کاربری که در فروم رادیوفون از این فایل صحبت کرده بود حسابش پاک شد. تمام پیام‌هایش، آرشیوهایش و حتی رد نامش در سرور کامل حذف شده بود. فرکانس هنوز فعاله. الان هم میتونی گوشش بدی. اما اگه شنیدی صدا قطع شد، سریعاً خاموشش کن. چون ممکنه تو رو به عنوان نفر بعدی انتخاب کرده باشه.